دوستان و همراهان عزیز، اکبری هستم از پیج مشاور سازه. موضوعی که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم در رابطه با تایید صلاحیت کارخانه ها هست و اینکه معمولا این مورد رو ما در پروژه های کوچیک بیشتر دیدیم. این اتفاقی که میخوام خدمتتون عرض کنم، کارفرمای بوده به ما زنگ زده گفته که میخوایم بریم یک کارخونه رو ببینیم و باهاش کاری انجام بدیم، پروژه‌ای رو انجام بدیم. موضوع رو سوال کردم که چه چیزی باعث شده که شما فکر کنید این کارخونه مناسبی هست. ایشون گفتن که این کارخونه ساز فلزی تمام مراحل بعد از ساخت رو هم میتونن انجام بدن. ما بعد از ساخت و قبل از ساخت، یعنی هم فونداسیون رو میتونن انجام بدن، هم دیوار رو میتونن انجام بدن، هم سقف رو میتونن انجام بدن. خلاصه کارخونه‌ای هستن که اصطلاحاً آچار فرانسه است و همه فن حریفه. ما رفتیم کارخونه رو ارزیابی کردیم، دیدیم که کارخونه در مرحله اول، چون هدف اصلی ما از دیدن کارخونه ارزیابی کنیم ببینیم که اصلا این کارخونه صلاحیت دارد که ساز فلزی ما رو بسازد یا خیر. قدم‌های بعدی فونداسیون و دیوار و سقف و این چیزا هست. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که این کارخونه توانایی ساخت ساز فلزی رو نداره و از اونجایی که در پروژه های کوچیک کارفرماها دوست دارن زودتر کارشون جمع بشه و هی قرارداد نبندن با این اکیپ با اون اکیپ با این اکیپ، کارخونه های ساز فلزی با این پیشنهاد کارفرماها رو جذب میکنن، یعنی اون نواقص خودشون رو پشت این موضوع پنهان میکنن و ساز فلزی که خوب انجام نمیشه هیچ، حالا ما بقیه قسمت ها معلوم نیست که حالا بشه چش قرار انجام بشه. و من به کارفرما این موضوع رو گفتم که من صلاح نمیبینم کار تو اینجا انجام بشه، چون هم تجهیزاتش نامناسبه و اینکه علت اینکه شما جذب این شدید فقط این آپشن هاییه که پیش پای شما گذاشته که خیال شما رو از مراحل قبل و بعدش راحت بکنه، وگرنه خود این کارخونه در مرحله اول شرایط ساخت ساز فلزی شما رو ندارد. این موضوع هم گوشه ذهنتون باشه که اگر جایی رفتید برای ارزیابی با چشم باز به این مسائل نگاه کنید. موفق و پیروز باشید.